به نام خدا. قسمت سوم بحث حرکت شناسی، حرکت شتابدار. ببینید ما بردار سرعت، خب کلمه بردار وقتی در موردش صحبت میکنیم یعنی هم برای تغییراتش میتونه اندازش تغییر بکنه، هم میتونه خود جهتش تغییر بکنه و یا اینکه هر دوشو داشته باشه. اما بردار سرعت مماس بر مسیر حرکت ماست بچه‌ها. این مسیر حرکت اگر در نظر بگیریم، شکل الف رو ببینید. ما توی اینجا بحثی که برای بردار سرعت نگاه میکنیم، چون مسیرش مستقیمه جهتش عوض نشده، اما اندازه اون بردارا رو ببینید بچه‌ها، بزرگ میشه بعد کوچکتر میشه، یعنی اندازش تغییر میکنه فقط. این حرکت شتاب داره. یا شکل ب رو ببینید بچه‌ها، مماس بر مسیر اندازه های ویا رو ببینید، ثابته اما جهتاش عوض میشه. این هم حرکت شتاب داره. شکل بعدی رو اگر نگاه کنید، هم جهت ها عوض میشه هم اندازه اون برداره عوض میشه، یعنی هر دوش وجود داره. اینجا هم باز ما حرکت چی داریم بچه‌ها؟ شتاب دار داریم. شتاب در کل یعنی تغییرات سرعت به زمان. اگر ما شتاب متوسط رو بخوایم، خب بازه زمانی اون بزرگه، پس دلتا وی به دلتا تی رو در نظر بگیریم، مثل اون چیزی که توی سرعت متوسط گفتیم. اونجایی که همیشه دلتا تی مثبته، پس شتاب متوسط همواره و همیشه همجهت با بردار تغییر سرعته. حالا اگر ما این بازه زمانی رو خیلی کوچیک بکنیم، اتفاقی که براش میافته اینه که حد شتاب متوسط میشه وقتی که چی؟ دلتا تی به سمت صفر میل کنه، که حالا بعدها میایم میگیم این تعریف مشتقه و شما با یه مشتقی از معادل سرعت میتونید به شتاب برسید. منتها خب فعلا از اون بحث اصلی ما جداست این موضوع. حالا اگر روی محور ایکس حرکت کنه، بردار یکه محور ایکس آیه، پس ما آی ایکسی که می نویسیم بر حسب آی باید یادداشت بکنیم، اما اصولا برای اینکه ساده نویسی کنیم آیشو حذف میکنیم و اگه در جهت مثبت ها شتاب داشته باشه مثبت میگیریم و در جهت منفی ها باشه منفی میگیریم. حالا ما تو حرکت شتابدار یا اندازه سرعتمون رو به افزایشه یا اندازه سرعتمون رو به کاهشه. اندازه سرعت منظورم همون تندی ماست، عددش ببینیم چه تغییر میکنه. حالا اگر تندی ما یا اندازه سرعت رو به افزایش باشه، حرکت رو میگیم چیه؟ تند شونده است. و اگر اندازه سرعت رو به کاهش باشه، بهش میگیم حرکت ما حرکت کند شونده است. اما یه جور دیگه ما میتونیم بررسی بکنیم. اول دقت کنیم ما اینجا نوشتیم یعنی به جهت بردار سرعت اصلا کاری نداره، ما فقط میخوایم ببینیم عددش زیاد میشه یا کم میشه. میتونیم بگیم هرگاه حرکت تند شونده باشه، بردارهای سرعت و شتاب همجهت. یعنی اگر شما بردار سرعتتون به سمت راست باشه، شتابتون هم به سمت راست، یعنی آ مثبت باشه مثلا و وی مثبت، و یا اگر شتابتون به سمت چپه، سرعتتون هم به سمت چپ، یعنی جفت منفی مثلا. در هر دو حالت ضرب این دوتا منفی در هم یا مثبت در مثبت میشه مثبت و حرکت تند شونده میگیم. اما اگر خلاف جهت باشن، یعنی یکی مثلا به سمت راسته اون یکی به سمت چپ باشه، حالا آ مثبت باشه وی منفی باشه، و یا نه آ منفی باشه وی مثبت باشه، در این صورت آوی اون میشه منفی و حرکت کند شونده میشه. برای حرکت تند شونده ساده میتونیم به این صورت فرض کنیم که ماشینی که میخواد شروع به حرکت بکنه، هر اتومبیلی که شروع به حرکت میخواد بکنه، حرکتش 100% حرکت چه؟ تند شونده است. هر متحرکی در هنگام شروع حرکت میشه تند شونده. و هر متحرکی قصد ایستادن بخواد بکنه، یعنی باید حتما اندازه سرعت رو به کاهش باشه دیگه، پس بردارهای سرعت و شتاب ما خلاف جهت هم میشه، حرکت ما همواره چی میشه؟ کند شونده است. خب بریم رو قسمت بعدی. نمودار سرعت زمان یا میگیم بهش نمودار VT، مشابه اون چیزی که توی بحث
تو ایکسی صحبت کردیم، مکان زمان صحبت کردیم، اینجا مکان ما میشه به جاش وی میشینه و زمان همون زمانه. پس باز میتونیم بگیم میتونه درجه 0 باشه، درجه 1 باشه و یا درجه 3 باشه. درجه 0 باشه یعنی موازی محور زمان باشه. خب وقتی موازی محور زمانه، نتیجه‌ای که ما میتونیم بگیریم یعنی شیبش 0 دیگه، که حالا در موردش بحث میکنیم. حالا زیاد فعلا وارد نشین رو شیبه. ما برای رسمش نیاز به معادله سرعت داریم که همون تابعی از زمانه. پس هر خطی که عمود بر محور زمان باشه باید توی یه نقطه قطعش کنه. اگه دو نقطه قطع کرد اون سوال اصلا از نظر علمی مشکل داره. خب بچه‌ها، شیب خط بین دو نقطه در نمودار سرعت زمان شتاب متوسطه. ما برای مثال اگر این شکلش سمت چپی رو نگاه بکنیم، ما بخوایم شیب اون خط AB رو به دست بیاریم، خب میدونیم اگر من تو این نقطه A امتدادش بدم، این زاویه آلفاست، چون متقابل برسه با این زاویه برابر میشه. حالا بیام تانژانتش رو حساب کنم بچه‌ها، یعنی تانژانت آلفا رو حساب کنم، میشه دلتا وی به دلتا تی. منتها شیب چون منفی، تانژانتش 100% چی در میاد؟ منفی در میاد. شتاب یعنی منفی. حالا اگر این بازه زمانی دلتا تی رو به سمت 0 میل کنیم، شیب خط مماس میشه. دقیقا اگه یه مقدار برگردیم روی بحث مکان زمان، میبینیم که تو مکان زمان میگفتیم شیبی که دو نقطه رو قطع، شیب خطی که دو نقطه رو قطع میکرد گفتیم سرعت متوسط، اما تو نمودار ویتی به این میگیم شتاب متوسط. و توی نمودار ایکسی میگفتیم خط مماس ما سرعت لحظه‌ای رو نشون میده، اما اینجا میگیم خط مماس ما شتاب لحظه‌ای رو نشون میده. اینا رو حواستون باشه، مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید. ما حالا باز بر اساس اون روالی که داشتیم، اول با استفاده از روابط ریاضی میخوایم بیایم معادله سرعت این خطی که سمت چپه رو حساب کنیم. عرض از مبدأ ما چنده؟ 4. شیب خط رو بخوایم حساب کنیم، آ میشه واسه ما، یعنی همون شیب چقدر میشه بچه‌ها؟ خب کدوم بازه رو بگیریم؟ بعد 4 تا 0 میگیرم، مثلا میشه 4 منهای 0. روی 4 چنده؟ 12. 12 منهای 4 میشه 8 چهارم 2 متر بر محیط‌زور ثانیه. حالا ما میتونیم بیایم بگیم V مساویه مثل همون قبل یه آتی به علاوه B، که ما این آی ما 2 بیمون هم چند در آوردیم؟ 4. پس وی ما میشه 2t به علاوه 4. این معادله سرعت ماست. خیلی راحت. شکل سمت راست بالایی رو ببینید. شیب اول ما 0، پس اینجا شتاب 0. شیب نقطه T2 مونم باز چیه؟ 0. اینجا هم باز شتاب چنده؟ 0. T4 مونم نگاه کنیم، شتاب چنده؟ 0. T6 مونم باز شتاب 0. پس ببین نقطه ماکسیمم مینیمم برعکس اون چیزی که تو نمودار ویتی گفتیم، XT گفتیم، تو نمودار XT میگفتیم نقطه ماکسیمم مینیمم سرعت 0 میشه، تغییر جهت داشتیم، اینجا بردار شتاب عوض میشه. حالا بررسیش میکنیم. توی T3 نگاه کنید، شیب چیه؟ منفیه. این منفی بودن شیب یعنی شتاب شما منفیه. توی T5 شتاب چیه؟ مثبته. حتی شما میتونید توی بازه این قسمتی که حالا یه تپریمی بذاریم، اینجا هم بگیم شتاب مثبت. پس نگاه کنید تو نقاط ماکسیمم مینیمم این دفعه چی تغییر کرده؟ علامت شتاب تغییر کرده، فرق داره. اینا رو دقت بکنید بچه‌ها. خب بریم سراغ نمودار آخری. نگاه کنید از بازه 0 تا 6 ثانیه موازی محور زمانه، شیبش 0، سرعتش چنده؟ 20. اما تغییرات سرعتش 0. چون تغییرات سرعت 0 در این صورت شتابش اینجا چنده؟ 0. پس تو این بازه کلا ما میگیم شتاب 0. اما توی بازه زمانی 6 تا 10 شتاب مثبته. شتاب مثبتش هم میشه حساب کرد، میشه دلتا وی
از 20 به 40 رسیده میشه 40 منهای 20 10 منهای 6 24 ما که میشه 5 متر بر متر. شیبش هم مثبت، درسته. فقط یه نکته بچه یاد بگیریم، اینجا 6 تا 8 شیب ثابته. خب وقتی شیب ثابت باشه تو هر بازه‌ای توی این ناحیه 6 تا 8 ما همیشه شتابمون همون عددی که در آوردیم 5 متر بر مجذور ثانیه است. تو هر لحظه‌ای تو این بازه هم بخواد به ما بگه، مثلا میگه تو 8 ثانیه، تو 11، تو 9 ثانیه، 7 ثانیه، 6 و نیم ثانیه بگه شتاب شما چنده، میگیم بچه‌ها خودتون اذیت نکنید، اینجا چون شیبش ثابته همون عدد اونا هم چند میشه، لحظه‌ای با متوسط چی میشه، برابر میشه و میشه 5. اما نگاه کنید 10 تا 12 اینو داره اما با شیب منفی داره و چون شیب منفی شتاب منفیه، شتاب منفیش هم حساب بکنیم از 40 رفته به 0، یعنی میشه 0 منهای 40 14 منهای 10 که حسابش بکنیم میشه منفی 10 متر بر مجذور ثانیه. تو هر بازه بین 10 تا 14 100% شتاب منفی 10. تو هر نقطه باز تو همین بازه ما میتونیم بیایم بگیم که شتاب چیه، منفیه. پس حواستون باشه تو این موارد هر وقت خط ما خط راست باشه شتاب ما توی متوسطون با شتاب لحظه‌ایمون چی میشه، برابر میشه. که حالا جلوتر به این نوع حرکت ها میگیم حرکت های شتاب ثابت. ببینید حالا چند مورد دیگه در رابطه با نمودار سرعت زمان یا ویتی میتونیم بحث کنیم. مساحت زیر نمودارمون جابجایی میشه. خب تو این شکل که هستش نگاه بکنید، مساحتی که هستش پایین محور زمان بوده ما گفتیم که دلتا ایکس منفیه. علتش هم خیلی ساده است، چون پایین محور زمان ویش منفیه. خب وقتی سرعت منفی باشه پس جابجاییش هم باید چی باشه، منفی باشه. بالای محور زمان اومدیم گفتیم دلتا ایکس مثبته، اینم مشخصه. بالای محور زمان سرعت ها چیه، عدداشون مثبتن. پس 100% سرعت مثبت باشه جابجاییش هم باید چی باشه، مثبت باشه. بچه گفتیم در نمودار سرعت زمان به تعداد نقاطی که نمودار محور زمان را قطع کرده و عبور میکند تغییر جهت داریم. درسته دیگه بچه ها، نگاه کنید الان پایین محورش میشه منفی، بالا شده مثبت، جایی هم که قطع کرده صفره. ما گفتیم برای تغییر جهت شرط داریم، شرطش اینه که اولا صفر بشه، لازم بود اما گفتیم کافی نیست، باید دومین موردش چی بود، علامت سرعتمون هم عوض بشه. حالا اگر وی مثبت باشه دلتا ایکس ما مثبته، میگیم در جهت محور ایکس حرکت شده. وی اون منفی باشه میگیم دلتا ایکس اون منفیه، یعنی خلاف جهت محور ایکس حرکت کرده. ما اینجا بچه‌ها بخوایم برای مثال دلتا ایکس رو حساب کنیم یا دی همون جابجایی رو حساب بکنیم، در این صورت ما باید بیایم دلتا ایکس ها رو با هم دیگه چیکار کنیم، جمع بکنیم. یعنی بگیم دلتا ایکس 1 به اضافه دلتای ایکس 2 به اضافه هر چند تای دیگه بود با هم جمعش کنیم. منفی مثبتاشو باید تأثیر بذاریم. این برای چی بود؟ جابجایی. اما اگر از ما مسافت خواست باید قدر مطلقاشون رو جمع بکنیم، یعنی منفیاشون هم چی در نظر بگیریم، مثبت در نظر بگیریم. که حالا تو اینجا مثلا چون تغییر جهت داره حتما اینا متفاوت میشه. پس این هم چی شد بچه‌ها، مسافت. حالا اگر نمودارم خط راست باشه میتونیم برای میانگین گیری از سرعت متوسط از V1 به اضافه V2 دوم به دست بیاریم. میانگین بگیریم، سرعت اول آخر رو داریم، میانگینش هر چی شد. اما توی اینجا بدون اون بخوایم حساب بکنیم، توی بالایی با باید حتما V متوسط تا دی رو تقسیم بر دلتا تی کنیم. دی که تو قسمت قبل به دست آوردیم. برای سرعت تندی متوسطمون هم باید چیکار کنیم، المون رو تقسیم بر دلتا تی کنیم بچه ها. بعد ما هر چقدر از محور زمان دور بشیم، چه سمت مثبت ها چه سمت منفی ها فرق نمیکنه واسه ما، از نظر قدر مطلقی اندازه سرعت چیه، رو به افزایشه. چون رو به افزایش حرکتمون رو میگیم حرکت چی، تند شونده. حالا اگر نزدیک بشه از نظر قدر مطلقی رو به کاهشه، پس حرکت ما میشه کند شونده. پس اینا هم مهمن بچه‌ها واسمون.
مثال رو نگاه کنید. گفته در نمودارهای زیر متحرک چند بار تغییر جهت داده. اولین چیزی که تو این نمودارها باید حتما بهش دقت کنید، نمودار ما دوتای بالای xt، سه تای پایینی چی هن؟ vt هن. تو اینجا باید این موضوع رو حتما بهش دقت کنید. حالا ما دونه دونه هر کدوم از این نمودارها رو بچه ها به صورت جداگانه با هم بررسی میکنیم. نمودار xt ما میخوایم ببینیم که چند بار تغییر جهت داده. خب دو تا نقطه ماکسیموم و مینیموم داره، پس چون دو نقطه داره میگیم چی؟ دو بار تغییر جهت. اما ما تو اینجا نوع حرکت هم گفته واسه ما بررسی کنید. خب ما میدونیم که به صفرهای ما بخواد نزدیک بشه، یعنی الان تو این قسمت حرکت چیه؟ کند شونده است. اینجا هم صفره، از صفر به صفر میاد، پس از یه جایی به بعد سرعت ما چی میشه؟ از رو به افزایشش میشه رو به کاهش. ببین پس اینجوری تقسیم کنیم تا یه جاهایی که حالا اصطلاحاً بهش میگن نقطه عطف، حرکت ما تند شونده است، بعدش میشه کند شونده. تو ادامه تا تی که هم باز میشه چی؟ چون از صفر دور میشه تند شونده. خب نمودار بعدیش اگر بررسی کنیم بچه ببینید، ما داریم در مورد تغییر جهت حرکت میخوایم صحبت کنیم. با بردار مکانش کارم اونجا تو قبلی بردار مکان محور زمان رو قطع نکرده بود. تو اینجا هم دو تا نقطه ماکسیموم مینیموم داریم، پس دو بار سرعت چی شده؟ صفر شده و تغییر علامت داده، پس دو بار تغییر چی داریم؟ جهت داریم. اما در رابطه با اینکه تند شوند نوع حرکتش رو بررسی کنیم، میام اینجایی دسته بندی میکنیم. خب اینجایی که به صفر نزدیک میشه کنده، از صفر به صفر میره یه جایی وسطاش تقریبا میگیم تنده، بعد چی میشه؟ کند میشه، و بعد از این تو قسمت آخرم چیه؟ تند شونده است. یه با این نقطه هم قطع کرده محور زمان. این نقطه جاییه که بردار مکان تغییر علامت میده، چون از محور زمان چی کرده؟ عبور کرده. خب بچه ها توی اینجا نگاه کنیم، باز نمودار ویتی داده، دو تا ماکسیموم مینیموم داده، اما از محور زمان رد نشده، پس اینجا میگیم اصلا تغییر جهت نداریم چون نمودار ویتیه. تغییر جهت بچه چی؟ نداریم. اما در رابطه با تند شونده و کند شونده این نقطه رو در نظر میگیریم، این نقطه رو هم در نظر میگیریم. با اون بارش حتما حواستون باشه بررسی کنیم. خب اینجا چون از محور زمان دور میشه تند شونده، تا اینجا به محور زمان نزدیک میشه کند شونده، دوباره تند شونده. دیگه نمیایم ببینیم از یه جای به یه جایی میخواد تغییر کنه، چون اصلا بحثش یه مقدار متفاوت تره. بچه‌ها حواستون رو جمع کنیم. توی شکل بعدی میتونیم بیایم اینجوری بررسی بکنیم که خب توی اینجا دو بار اومده محور زمان رو چیکار کرده؟ قطع کرده، پس دو بار تغییر جهت داریم. اما برای اینکه ببینیم علامتاش چجور تغییر میکنه، خب میتونیم نوع حرکتش رو بررسی کنیم. میتونیم بیایم بگیم که اینجا به محور زمان نزدیک شده پس کنده، اینجا دور شده پس چه؟ تنده، اینجا نزدیک شده کنده، دور شده تنده، نزدیک شده کنده، دور شده چی میشه؟ تند شونده، اینجا نزدیک شده کند شونده و بعدش چی میشه؟ دوباره تند شونده. خیلی راحت تر میتونیم بحث کنیم نسبت به نمودار xt. خب این یکی نمودار یک بار محور زمان رو قطع کرده، پس یک بار تغییر چی داره؟ جهت داره.
با نمودار ویتی سخت تشخیص بدیم که یه سری اطلاعات لازم داریم تا تشخیص بدیم که بردار مکان کجا تغییر کرده. تبدیلاشو باید کم کم اینا رو اینجا یاد بگیرید بچه‌ها. خب ما نگاه کنید تو اینجا هم میتونیم بحث کنیم، بگیم خب تا T1 به محور زمان نزدیک شده پس کند شونده، تا T2 تند شونده، T2 تا T3 کند شونده و بعدش هم دوباره چی میشه؟ تند شونده بچه. خب با توجه به نمودار سرعت زمان مقابل محاسبه کنید شتاب متوسط و سرعت متوسط در 5 ثانیه اول حرکت چقدر. خب ببینید وقتی میاد میگه که اولا میدونیم نمودار ما الان چیه؟ نمودار سرعت زمان VT. شتاب متوسط میشه شیب خطی که از دو نقطه در 5 ثانیه اول. خب 5 ثانیه اول آیه متوسط رو بخوام حساب کنم که میشه دلتا وی به دلتا تی، یعنی باید بنویسم 5 منهای 0 روی 5 سرعتش 10 منهای 0 بگیریم میشه 2 متر بر مجذور ثانی. اما بچه ها ببینید برای سرعت متوسط انقدر راحت نیستیم. تو اینجا باید این یه تیکه رو بیایم مساحتش رو حساب کنیم که تا ازش بیام چی جابجایی همون دلتا ایکس مون رو به دست بیاریم که میشه 5 ضرب در 10 دوم مثلث دیگه میشه 25. پس من وی متوسطم که میشه دلتا ایکس به دلتا تی اینجا میشه 25 پنجم 5 متر بر ثانیه. در کدام لحظه متحرک تغییر جهت میدهد؟ جایی تغییر جهت میده که محور زمان ما رو چیکار کنه؟ عبور بکنه دیگه، که اینجا جایی که محور زمان رو عبور میکنه چند ثانیه است؟ 15 ثانیه است. پس اینجا می‌نویسیم چی؟ 15. شتاب در این لحظه چقدر؟ ببینید از 5 تا 20 شیب ثابت. این اینجا می‌نویسم. میگیم 5 تا 20 شیب ثابت. خب ما یادتون باشه گفتیم تو این حالت ما یه بازه انتخابی خودمون میگیریم، تو اون بازه بقیه بازه هایی که وجود دارن اما میتونیم چون خط راست هستش بر اساس اون بگیم که شتاب چیه؟ ثابت. حالا من تو اینجا میام چون بحث شتاب تو این لحظه رو خواسته میام شیب این خطه رو میخوام حساب بکنم. عددهایی که دارم 5 تا 15 است، پس شیبش رو بخوام حساب کنم بچه ها میشه چی؟ حالا از 15 منهای 5 0 منهای 10 میشه منفی 1 متر بر مجذور ثانیه. این شیب همون چیه؟ شتاب ماست که منفی بودنش چون شیبش منفیه درست. گفته که سرعت متوسط و تندی متوسط در مدت 20 ثانیه. ببینید توی مدت 20 ثانیه ما اولین کاری که باید بکنیم مساحت زیر نمودارش رو به دست بیاریم. ما برای محاسبه مساحت زیر نمودار یه دلتا ایکس که حساب کردیم. خب مسلما این دلتا ایکس هم میشه چقدر؟ دلتا ایکس تو این هم حساب کنیم میشه 25. اینجا هم اگر من بتونم ببین با تالس یا تشابه میتونیم به دست بیاریم. خب بازه هاش ثابته، پس اینجا باید چی باشه؟ منفی 10 باشه. منتها میتونیم حساب، یعنی اینجا هم باز دلتا ایکس همون میشه چی؟ منفی 25. اما من یه جور دیگه اینو واسهتون به دست بیارم، به این صورته که میام معادله خط 5 تا 20 تا حساب میکنم. خب معادله خط میشه V مساوی با AT به علاوه چی؟ B. V مون میشه آمون شد منفی 1 T به اضافه از چند شروع میشه 10. منتها حواستون باشه این T بازه زمانی ماست. من الان از 5 میخوام به 20 برم، چند ثانیه طول میکشه؟ 15 ثانیه. پس V ما مساوی میشه با منفی 15 به علاوه چون اون تیمون چنده؟ 1 بچه به علاوه 10. پس وی ما
اینجا میشه چقدر بچه ها؟ البته بخش 5 تا 15 تا 20 وی ما میشه -5. من تو اینجا یه اشتباهی کردم، این بازه 5، این بازه 10. من حواسم به شکل بود اصلا. پس ما با یه تشابه و طالس میتونستیم اینجا رو -5 به دست بیاریم و اگه -5 به دست می آوردیم اینجا میشه -25 دوم یا همون -12. حالا میایم ادامه بحثمون بچه ها. دلتا ایکس یا جابجایی کل ما جمع این دلتا ایکس هست. یکی 25 تا داره، بعد به اضافه، خب مثلا اینجا هم اشتباه کردم، 10 ضرب در 10 تقسیم بر 2 میشه چقدر بچه ها؟ 50 تا. به اضافه 50 منهای چند؟ 12.5. اما جمعش ها بخوایم مسافت حساب کنیم، همه اینا رو به صورت قدر مطلقی جمع میکنیم بچه ها. خب توی بالایی که میشه 75 منهای 12.5. خب 75 منهای 15 میکردیم بچه میشه 60، اینجا میشه 62.5. اما تو پایینی 87.5. دیگه بقیهش دیگه کار خودتونه دیگه. وی متوسط و اس متوسط ها 62.5 رو تقسیم بر 20 میکنید یه بارم 87.5 رو تقسیم بر 20 میکنید بچه. خب آخرین مثال این قسمت بچه ها. با توجه به نمودار مقابل اگر شتاب حرکت در قسمت اول و دوم به این ترتیب 2.5 و 7، یه لحظه سریع دقت بکنید. اولی همون مثبت شتابش، دومی باید شتابش منفی باشه چون شیبش منفیه. اما از اولیه یه نتیجه گفته چی؟ وی را حساب کن. از اولیه میگیم خب مگه شیبش 2.5 نیست؟ شیبم میشه وی منهای 5 4 منهای 0. پس وی منهای 5 شما 4 ضرب در 2.5 میشه 10، وی میشه 15. راحت حساب شد. اما گفته متعی تا لحظه توقف چند متر جابجا میشن. وقتی که میگه چند متر یعنی شما بیاید این مساحت S1 رو که زوزنقص حساب کنید با این S2 که مثلث جمع بکنید، این میشه دلتا ایکس یا جابجایی چی؟ کل ما. منتها برای این نیاز داریم که این بازه زمانی رو بدونیم چنده، که با دومیه میگیم خب -7.5 مساوی است با -15 تقسیم بر اون دلتا تیه. پس دلتا تی ما میشه 2 ثانیه. پس اینجا 2 باشه 4 تا 2 میشه اینجا چقدر؟ 6. خب بیایم مثال حساب کنیم بچه ها. S1 یه زوزنقص میشه 5 به اضافه 15، یعنی مجموع دو تا قاعده ضرب در ارتفاع 4 تقسیم بر 2 به اضافه S2 مثلث بگیریم میشه 2 ضرب در وی 15 تقسیم بر 2. خب اولی رو حساب کنیم 5 و 15 میشه 20 ضرب در 4 80 تقسیم بر 2 40 به اضافه 15 55 متر میشه بچه. خب بچه خسته نباشید. انشالله جلسه بعدی با بخش 4 خدمتتون هستم.